بود. نبرد با تایتان ها، نابودگر تایتان ها. دیدم که 1000 نفر دون میکنه و نمیدونم حسابش رو چقدره، ولی حساب نداشت. فکر کردم انگار گرفتیش کمی که نخواستم عکسشو ببینم، خواستم خودم بازش کنم. 60 مگابایت و حجمش هم معمولا خوبه و بعدش هم نیست. ولی وقتی که دانلود کردم، چون که ندم زیادی هم قوی بود، سریع اومد و خیلی هم قوی اومد و هم زود دانلود شد، هم نمیدونم هم زود اومد. وقتی که چشمام یه پلک زدم، بسم الله الرحمن الرحیم دانلود شد. و حالا وقتی که خواستم دانلود کردم، یک اروری اومد که من اونو کات کردم، که چون که از ارور خوشم نمی اومد. و وقتی که خواستم توش کنم، باز هم همین ویروسی همیشگی اومد. و با خواستم که بازش کنم، دیدم که باز هم همون بازی هایی که می بودن اومد. و انگاه سلر زیاد کردم که مادرم گفت خاموشش کن و فهمیدم باید چکار کنی. خیلی سخت ترین چیزی بود که من باید داشته باشم، که خیلی چرت و پرت بود. و حالا هر وقت که خواستم بازی کنم غم سخت بود، هم اینی چیزی بود والا خودم هم نتونستم بازش کنم. بعد جا خالی میدادم و نمیدونم چه گوهی بعد میخوردم و فهمیدم یه ذره بازش کردم، یاد گرفتم و دیگه بدک نبود. بازی خوب بود، ولی بالا نمیدونم چه، اصلا اینایی که ما میکشیم تایتان نبودن، انگار که آدم تفنگداری بودن. اصلا اونجا نوشته بود نبرد با تایتان ها، پس چرا اینا تایتان نیستن؟ لا یه ذره بس بازی سلامت میرسیم. ولی باز هم تبلیغات اومد، یا هم چیزی که همیشگی میاده. ولی وقتی که رفتم یک نگاهی به چیز روی اینا، دیدم که تو چیه نوشتم به درد نخور، یکی گفته بود به درد نخور بود. منم به حرفش گوش کردم، چون که خیلی هم خوب نبود و عالی. من گذاشتم روی دیسلایک. بعد از من لایکشو بردم رو 4، چون که از اون افتضاح ترین بازی بود. ولی من 60 مگابایت به این دادم، پس لایک کنید.